بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم، متشکر از این زمانی که در اختیار من گذاشتین. من قراره تو این جلسه، حالا خودم معرفی میکنم، ببخشید اسم شریف شما رو نمیدونم ولی خودم معرفی میکنم. قراره در مورد اینکه ما چطور از چت بات ها بهتر استفاده بکنیم صحبت بکنیم. خب عرضم به حضور شما، همونطوری که توی اون اناونسمنت های تلگرام و کاری که تیم آقای سرجوکان زحمت کشیدن پخش کردن، خب من مهدی سیفی هستم، هیئت علمی دانشگاه نورسامپتون هستم، مدیر گروه بیزنس آنالیتیکس هستم و غیر از سوابق عملی، حالا توی بحث‌های تئوری و عملی شرکت خودم تو اینجا دارم و توی بحث‌های بیشتر AI اتوماسیون دارم کار میکنم و چیزی هم که توی دانشگاه تدریس میکنم بیشتر توی حوزه بیزنس آنالیتیکس و AI اتوماسیون هستش. و خب حالا هم سوابق عملی در ایران بوده، هم در اینجا در شرکت‌های مختلف. و این یک مختصر در مورد خودم. ببخشید فکر می‌کردم که منو میشناسین دیگه، با خودم معرفی نکردم زیاد، مستقیم رفتم سراغ اصل قضیه. ولی در مورد اینکه جلسه قبل چی پیش اومد، اونم خدمتتون عرض میکنم. این اسلاید ها اولا که در دسترس هستش خدمت آقای سرجوقیان و همه میتونن ازش استفاده بکنن. اما هدف اصلی که توی این جلسه و جلسه قبل در پیش بودیم این بودش که ما در یک دنیای قرار گرفتیم که پیش بینی میشه تا سال تقریبا، به یه عبارتی که بخوام برگردم به این اسلاید قبلی که قبلا توضیح داده شده بود، ما پیش بینی میتونیم کنیم الان در اکثر جاها دارن تلاش میکنن که AI ایجنت رو استفاده بکنن. AI ایجنت چیه؟ AI ایجنت یک هوش مصنوعی هستش که اون هوش مصنوعی نه تنها تصمیم سازی میکنه بلکه عمل هم میکنه، اکشن هم داره در یک اسکیل محدود. اما تا سال، حتی تا 2 سال آینده پیش بینی میشه که یک کانسپت دیگه به اسم ایجنتیک ای آی خیلی فعال تر میشه که اون کلا یک سری کارا رو خیلی در اسکیل بزرگتر انجام میده و هدف سازی هم میکنه. مثلا شما به راحتی میتونید بگین که من میخوام برم مثلا پاریس و اون برات میاد کاملا با هدف بهترین هزینه در کمترین زمان رو برات پیدا میکنه، بلیط رو برات بوک میکنه، از حساب بانکیت اون مبلغ رو کم میکنه و ارزم بزرگ شما تیکت رو برات صادر میکنه و تیکت رو به شما میده و تمام کارها، هتل، همه چی خودش اتومات انجام میده و نیاز شما درگیر بشین. به خاطر همین میگیم که هم تصمیم سازی میکنه و هم اکشن داره، همش هر جفتش با هم دیگه. و حتی در سال تا 2030 هم پیش بینی میشه که دیگه الان ما از محیط فقط AI ایجنت و ایجنتیک AI که یک محیط تقریبا غیر ملموس هستش اما هوشمند هست خارج میشیم و وارد محیط دیگه میشیم که محیط روباتیک هستش. یعنی کاملا میشه گفتش که همه این داستانهایی که ما داریم تعریف میکنیم در قالب عمل هم میاد. خب ولی هدف این جلسه‌مون چی هستش که یه مقدار در دفعه قبل صحبت کردیم؟ خب ما الان اکثر جاها که میریم، حالا میخواد بانک باشه، مطب دکتر باشه، شما فکر میکنم بعضی اوقات تماسهای تلفنی دریافت میکنین که حس میکنین که یک ربات داره صحبت میکنه، یک انسان نیستش. مطمئنم هستم این تجربه رو هم کردین در طول 7 8 سال گذشته. زیاد بحثای رباتیک و این حرفا مطرح میشه ولی بعضی اوقات مطمئنم همتون تجربه کردین بعضیش خیلی بورینگ و خسته کننده است. یعنی وقتی که شما با طرف شروع میکنین صحبت کردن میفهمی که واقعا این رباته، این داره خستتون میکنه، پرت و پلا جوابتون رو میده. اما به تازگی، تقریبا به تازگی میگم، کانسپت شاید مثلا 1.5 2 سال باشه، زیادم نیستش، که واقعا حتی این هوش مصنوعی در قالب چت بات هم اومده. یعنی قرار نیستش که شما سوالی که میپرسین در یک ساختار خیلی خاص باشه که در قالب اون ساختار خاص اون چت بات که امکان داره روی اپ موبایلتون باشه، روی اپ بانکیتون باشه، امکان داره روی وبسایت باشه، امکان داره توی اون سایتی که رفتیم مثلا هواپیماتون رو بوک بکنیم باشه. میبینید که داره خیلی هوشمندانه تر جواب سوالاتون میده و عملا قرار نیستش که شما در یک کانتکست خیلی در یک ساختار خیلی خاص سوالتون بپرسید تا جوابتون رو بتونید بگیرین. حتی با زبان خیلی اسلنگ و اینفورمال هم باهاش صحبت بکنیم بازم جواب خوبی دریافت میکنیم به هر لهجه، به هر زبان. چون که ما الان میبینیم ما حتی وایس هم ساپورت میکنن. خب اون حالت اول که خیلی خشک بود، بیروح بود، خسته کننده بود، پرت و پلا جواب میداد و حتما اونو ما بهش میگفتیم رول بیس. یعنی شما باید در یه قالب خیلی خاص ازش سوال میپرسیدین که بتونین جواب درست دریافت بکنین.
اما چیزی که ما می‌خوایم تو این جلسه روش صحبت بکنیم و جلسه قبل هم روش زیاد بحث کردیم این بودش که ما الان وارد اون عصری داریم میشیم که AI ایجنت ها، ایجنتیک AI ها، چت بات های هوشمند AI پاورید چت بات ها هستن که اینها دقیقاً هوشمندی دارن که شما به هر زبان و لهجه و فرمتی ازش سوال بپرسی میتونه جوابتو خوب بده. اما بازم به چندین دلیل یه دفعه قبل صحبتشو کردیم و الان دوباره مرورش میکنیم، ما نمیتونیم حتی از این AI چت بات هایی که AI پاور چت بات هایی که هوشمندم هستن جواب خوبی دریافت بکنیم. میخوایم الان صحبت بیشتر سعی بکنیم ما چیکار بکنیم که اون جواب خوب دریافت بکنیم. اصل قضیه سر اون هستش. و اگه یادتون باشه دفعه قبل ما صحبتی که کردیم گفتیم خب یکی از دلایلی که ما جواب خوب نمیتونیم دریافت بکنیم اصلا به ما بر نمیگرده. یعنی واقعا هر موقع ما جواب خوبی دریافت نمیکنیم دلیل بر این نیستش که ماها داریم بد میپرسیم. ما گفتیم که هوش مصنوعی مثل یک بچه میمونه. شما اگه اون بچه رو در یک محیط خوب تربیت بکنین در آینده اون بچه خروجایی که تولید میکنه خوب خواهد بود و بالعکسش هم صادق هستش. و اون AI ایجنت هم اون هوش مصنوعی AI هم میتونه مثل اون مغز بچه باشه. فقط فرقش اینه که اگه یک بچه قراره مثلا در 18 سال رانندگی یاد بگیره این مغز میتونه در چند دقیقه به خاطر پروسس های قوی که روش هستش یاد بگیره و یک اتونومیوس کار، یک ماشین بدون راننده رو مدیریت بکنه و ببره جلو. پس نکتهش بر این هستش که حتی اون هم اگه اطلاعات بد بهش داده بشه اون AI ایجنت خروجی بدی تولید میکنن. پس اگه یه موقع ما از یک چت بات خروجی بد گرفتیم داله بر این که ما مشکل داره کارمون یا بد سوال پرسیم نیستش. پس خود من این فاکتور رو میذارم کنار که خود اون چت بات فرض بکنیم که خوب ترین شده و خوب لرن کرده و به خاطر همین ما اینو از پیش‌فرض‌ها میذاریم کنار. اما یک پیش‌فرض دیگه هم هستش که یک سری سوالات خاصه که یادتون باشه. ببخشید شما حرکت ماوس منو روی صفحه میبینی؟ اجازه بدید من این لیزر رو فعال بله الان فکر کنم واضحه، درسته؟ بله بله. اگه حضور ذهن داشته باشین دفعه قبل ما اینو بحث کردیم. خب غیر از اینکه اون چت بات اون AI خوب ترین شده باشه یک حالت دیگه هم هست ما سوالات خیلی خاص بپرسیم. سوالات خاص منظور یعنی چی؟ سوالاتی که برگرده به یک سری مسائل فرهنگی یا خاص منظور یک قوم، یک فرهنگ، یک کشور. که مثلا الان شما نگاه بکنین طبق این کاری که دانشگاه هاروارد انجام داده اکثر چت جی پی تی هایی که حالا چت جی پی تی که الان تو بازار هستش اون جوابایی که تولید میکنه متناسب با فرهنگ و کانتکست این کشورهاست که الان شما دارین اینجا میبینید. اما یک کشوری مثل ما ایران با یه فرهنگ خیلی غنی که داره بعضی اوقات امکان داره سوالی که ما میپرسیم میبینیم فاصله کم نیستش. این ایرانه. با سوالی که ما میپرسیم نتونیم جواب خوبی دریافت بکنیم. خب دلیلش هم برای این هستش که این AI ایجنت اونجا ترین نشده، اطلاعات اونجا رو دریافت نکرده و حتی حالا من تازه یه مقاله چاپ کردم که دقیقاً نوشتم مثلا حتی اسم این که ما بگیم AI کلمه درستی نیست، چون که وقتی ما میگیم artificial intelligence این باور تو ذهن ما میاد که این واقعا اومده همه اینتلیجنس انسان رو مصنوعی کرده، همه اون هوشمندی که انسان داره رو مصنوعی کرده. اما انسان طبق نظر آقای هوارد گاردنر 9 تا دایمنشن مختلف تو هوشش وجود داره و این AI که ما داریم تو بازار میبینیم که حتی در آینده مثلا شاید AGI بشه، Artificial General Intelligence بشه، خیلی تلاش بکنه بتونه درصد کمی از اینو پوشش بده. که مثلا تو باورهای ما هم هستش که میگیم آخر زمان وقتی که امام مهدی ظهور میکنه ما مثلا شاید بیشتر 10% دانش دنیا رو کشف نکرده باشیم اما ایشون که میان به اون 10% به درصد خیلی بالایی افزایش پیدا میکنه. و به خاطر همین هستش که ما عملا باید بگیم که اسم این AI درست نیستش، باید بگیم XI. من حالا خودم اسمش رو گذاشتم که فرض مثال Extended Intelligence. این اومده یک سری از ابعاد هوشمندی انسان رو ارزم به حضور شما توسعه داده. من یه مثال هم حالا اینجا بزنم شاید بی ربط نباشه به متناسب با این جلسه. مثلا شما اگه حالا بخوایم طبق فرهنگ غربی مقدار صحبت بکنیم یک سری فیلم ها مثلا فیلم اینسپشن آقای نولان رو مثلا ملاحظه بفرمایید، کریستوفر نولان رو ملاحظه بفرمایید، میبینید در این فیلم خب اومده با خیلی از مفاهیم الگوریتمی و ریاضی
بازی کرده. شما معنی زمان رو مثلا می‌بینی اصلا زمان معنی نداره تو این فیلم. شما به راحتی میتونی برگردی به گذشته و یه چیزی رو اصلاح بکنی، یا همزمان سه تا تخیل مختلف این داره انجام میشه تو این فیلم و هر کدوم از اینها در یک کانتکست مختلف و در یک زمان مختلف. مثلا توی یکی از این صحنه‌های این فیلم اگه ملاحظه بفرمایید، یک ماشین در حال افتادن از پل هستش که زمان افتادن یک ماشین از پل به داخل رودخونه خیلی باشه 30 ثانیه است، این زمانی که طی میکنه از اون بالا بیاد پایین. اما میبینیم که مثلا در یک زمان موازی با همون 30 ثانیه در یک جای داره یک ماموریت خیلی جدی داره صورت میگیره که مثلا زمان مثلا 1 ساعته، که واقعا مشخص میکنه که این زمان و این بازی بودن این دنیا قشنگ در اون فیلم مشخص شده و در اون مشخص شده که اون نریتیوی که یک فیلمساز معمولا یک تحلیلگر داره پیگیری میکنه پیگیری نمیشه. معمولا توی فیلم ما همیشه میگیم یه شروع داره، یه وسط داره، یه پایان داره، اما توی اون فیلم مثلا که یه لوپ پیچیده است. خب این AI هم که ما داریم صحبتشو میکنیم، این AI وقتی اومده با دیتاهای مختلف ترین شده، اومده یک بیشتر تلاشش برای این است که بیاد پترن رو ریکگنایز بکنه، شناسایی بکنه. شما حسابش بکنید وقتی که ما داریم از یک دنیایی مثل دنیای مثلا آقای استاد فرشان خودمون داریم صحبت میکنیم، آقای استاد فرشان هر نقاشی که میکشه یونیکه و یک دونه در دنیا ازش تولید شده با توجه به حالا باورهای مذهبی، قومیتی، فرهنگی، شعرا، کتابای شعر، یک دونه تو دنیا ازش تولید شده. پس میتونیم بگیم که عملاً وقتی که یک نفر تو این دنیا هستش که فقط یک چیز میتونه تولید بکنه، AI نمیتونه کار اون رو انجام بده، چون که عملاً AI چیزی که بارها تولید شده رو ازش یاد گرفته، داده هایی که تولید شده ازش یاد گرفته و متناسب با اون یاد گرفته هاش داره یه چیز جدیدی تولید میکنه، یه چیز دیگه رو تولید میکنه. نه مثل استاد فرشیان که ارزم بزرگ شما هیچ پترنی رو پیگیری نمیکنه، متناسب اون توانمندی درونی که خودش داره یه چیز یونیک رو تولید میکنه. یا مثلا کریستوفر نولان که اصلا اومده با مفهوم ریاضی زمان بازی کرده و یک چنین فیلمی. اینها تمام شواهدی هستش که هیچ وقت ما نمیتونیم این فاصله رو به صفر برسونیم، این فاصله که اینجا وجود داره، به خاطر اینکه یک سری ابعادی در هوش و فرهنگ قومیت وجود داره که ما هیچ وقت نمیتونیم این فاصله انتظار داشته باشیم که این AI که همش داریم صحبتش میکنیم بیاد تمام اینا رو پوشش بده. قطعاً چنین چیزی هیچ وقت حاصل نخواهد شد و به خاطر همین هستش که خیلی آینده میتونه روشن‌تر باشه وقتی که ما زمان بیشتر داریم سر ابعاد دیگه از فرهنگ خودمون، باورهای خودمون فکر میکنیم، کار میکنیم که یونیک هست و هیچ وقت AI نمیتونه پوشش بده. من فقط یک مثال دیگه هم اینجا بزنم، مطمئنم همه افرادی که تو این جلسه هستن اگه من یک سوال ازتون بپرسم که شما تعریفتون از درد، غم، قصه چیه، هر کس برای خودش یه تعریف داره. یکی میگه، یکی یه خاطره از دوران بچگی تو ذهنش میاد، یکی یک ارزم بزرگ شما یک حادثه‌ای که برای خانواده‌اش پیش اومده. ما هیچ کدوممون 8 میلیارد انسان رو این کره زمین داریم، حدوداً 8 میلیارد و 300 400 میلیون، اما هیچ کدوم از ماها تعریفمون از درد یکی نیستش، غم یکی نیستش و به خاطر همین هیچ وقت AI درسته وقتی شما با چت جی پی تی صحبت میکنین خیلی قشنگ احساسات مثلا بیان میکنه، اما فقط یک ماشینه ولی به طور خیلی عمیق اون دردی که شما اکسپریانسش کردین، تجربهش کردین نمیتونه بیان بکنه. خب من تا اینجا فقط این دو تا نکته رو بدم. پس یک دسته از کارهای ما این بودش که خودمون AI بد ترین شده باشه، اونو میذاریم کنار. دسته بعدی هم اینه که ما سوالات خیلی خاص میپرسیم که برمیگرده به ابعاد خیلی فراتر از این مباحث عادی که ما داریم و اونم چت جی پی تی و این چت بات ها خوب نمیتونن جواب بدن. این دو تا دسته رو من میذارم کنار، تمرکز رو میذاریم سر سوالاتی که معمول هستش و به این به قول میگیم که ماتریالیستیک هستش و بیشتر به یه عبارتی میشه گفت به این فرهنگ، حالا به اینجا مقدار نزدیک‌تره به این فرهنگ. و از یک طرف دیگه ارزم بزرگ شما از یک چت باتی هم میپرسیم اون چت بات خوب ترین شده. با این پیش‌فرضا ببینید که ما باید چی کار بکنیم که سوالا رو خوب بپرسیم. یادتون باشه من در جلسه قبل گفتم که خیلی فریم ورک های مختلف وجود داره که ما باید خیلی ساختار یافته از یک چت بات بپرسیم که بتونیم ساختار یافته که شما سوالتون رو بپرسین، ساختار یافته هم میتونین جوابتون رو بگیرین. ولی اگه بخوایم همین خیلی بدون ساختار، بدون سیستماتیک، بدون نظم فکری بخوایم سوالمون رو بپرسیم، جواب خوبی نمیتونیم دریافت بکنیم. و به خاطر اینکه همیشه ما بتونیم یک نظم فکری، یک سیستماتیک فکر بکنیم، خوب از یک فریم ورک استاندارد تبعیت بکنیم.
من حالا متناسب با اینکه توی جلسه کانون هدایت بارها بودم و دیدم افراد با تجربه، با سوابق زیاد عملی توی این جلسه ها دیدم، مطمئنم حالا خیلی از دوستان با خیلی از این استانداردها آشنا هستن. مثلا استاندارد 9000، یا مثلا شما هر ماده غذایی بخرین پشتش می‌بینید یه سری لیبل‌های استاندارد وجود داره. خب اون لیبل استاندارد چی رو نشون میده؟ نشون میده که این غذا، این پروسه کارخونه، این سیستم هتلداری یک فرایند و یک نظمی داره تبعیت میکنه و خیلی اون میتونه اطمینان خاطر به اون مشتری بده که دیگه نیاز نیست من برم خیلی چیزا رو چک بکنم، به خاطر همون لیبل من میتونم کیفیت خوبی رو دریافت بکنم. در چت بات هم تقریبا چنین داستانی وجود داره. شما اگه یک سری فریم ورک های خاص رو پیگیری بکنین میتونین بهتر جواب بگین. یکی از فریم ورک های خیلی راحت RTF هستش که شما قبل از اینکه هر سوالی رو از اون AI ایجنت بپرسین، بعد اون سناریوتون فکر بکنین که سر 3 تا رکن اون سناریو باید فکر بکنین. اون سوالی که میخواین بپرسین فکر بکنین: رول، تاسک، فرمت. اینا چی هستش؟ شما باید وقتی که میخواین سوالتون بپرسین اول بگین که خب من چه توقعی دارم از این چت باته. مثلا برای همین سناریویی که من اینجا مثال زدم، من مثلا فرض کنید دنبال تولید یک ایمیل هستم برای پیدا کردن، مثلا برای جاب اپلیکیشنم. من دوست دارم AI در اینجا به من به عنوان یک کریر ادوایزر کمک بکنه. پس من دقیقا همین لیبل به اون چت بات بهش میدم، به اون AI ایجنت بهش میدم، به اون چت جی پی تی بهش میدم، به اون جمینای، به اون دیپسیک، به اون کلاودی بهش میدم که من انتظارم از شما اینه که به عنوان یک کریر ادوایزر عمل بکنی. این رکن اول فریم ورک RTF. ما نقش و فاعل اون چت بات رو تعریفش بکنیم تون سناریویی که میخوایم، چون توقعی نسبت اون توقعی که داریم. مسئله دوم که هستش اینه که ما دقیقا بگیم خب نقش تو بهت تعریف کردم، چه کاری برام نیازی که انجام بدی؟ میخوای برام میخوام برام سی وی درست بکنی، میخوام برام اس او پی درست بکنی، یا نه میخوام برام یه جاب اپلیکیشن درست بکنی، یک ایمیل میخوای برام درست بکنی. اینو براش تعریف بکنی، خیلی ساده، به این که من چه توقعی ازت دارم. پس رکن دومش رو تسکر رو براش تعریف بکنیم. و سومین قضیه در فریم ورک RTF این هستش که ما بهش بگیم که خب فرمتش چی باشه. فرمتش میخوایم بالفرض مثال فرمال باشه، کژوال باشه، اینفورمال باشه، مثلا چند خط باشه، چند پاراگراف باشه، سابجکت داشته باشه، نداشته باشه، امضا داشته باشه، خیلی نیدی باشه، واقعا من الان نیاز به کار دارم تو خدا کمکم کن، کسی که این جاب اپلیکیشن میخواد نگاه بکنه، یا نه از موضع قدرت باشه. اینا رو براش فرمت رو تعریف بکنیم و اگه این ستا رو براش خوب تعریف بکنیم، با توجه به این ستا رو که ساده ترین فریم ورک هستش، در بعضی از کانتکست ها شما میتونید نتیجه خوب بگیرید. حالا مثلا به فرض مثال پرامپت هم، این پرامپت همون جمله‌ایه که شما در نهایت باید تو اون چت باتتون، تو اون چت جی پی تیتون بنویسین که بتونه خروجیتون دریافت بکنین. که مثلا به فرض مثال با توجه به اون ستا رو، اگه شما این پرامپتی که من اینجا نوشتم و در چت باتتون، حالا یا در ارزم بزرگ شما اون LLM تون، جنراتیو AI تون، هر جا هست اونا رو چیز بکنید، به کپیش بکنید، پیستش بکنید، توقع میره که یه چنین جوابی براشون تولید بشه، یه چنین جوابی براتون تولید میکنه که میتونه خیلی نزدیک به اون چیزی باشه که شما میخواین. این یک فریم ورکه و تقریبا میشه گفتش که ساده ترینشه. من چند تا دیگه مثال دارم، ولی چون که 6 دقیقه بیشتر زمانم نمونده، یک دیگه از فریم ورک هایی که من اینو جلسه قبل مرور کردم، اون فریم ورک بعدی رو نشد مرور بکنیم. تو این اسلایدی که در خدمت آقای سرجوقی هستش بیشتر از 7 تا دیگه فریم ورک هستش، ولی دومی هم اجازه بدین بعدی هم مرور میکنیم. اگه سوالی نبود میریم سراغ چند تا از این نمونه مثالایی که اینجا هست، با هم دیگه حلشون میکنیم در قالب ورکشاپی. خب یکی دیگه از اون فریم ورک ها فریم ورک سولوه. اول اینو خدمتتون عرض کنم، همونطوری که گفتم توی این اسلایدها شما بیشتر از شاید 7-8 مدل مختلف، فریم ورک مختلف بتونید پیدا بکنین که شاید در خیلی از کانتکست ها، در خیلی از شرایط شما ناچار بشین خیلی شما دیگه ادغام بکنین و اون ادغام شده رو استفاده بکنین. این امکان پذیره، یعنی اینها یک ساختار خیلی استاتیک و خیلی چیز نیستش، غیر قابل منعطف هستن، یعنی شما میتونید رو با هم دیگه کاملا جای مختلف در کانتکست که هستیم هم دیگه مرجشون بکنید. خب مثلا بالفرض مثال در سولو هم بازم ما چنین داستانهایی رو داریم که ما میایم میگیم که یکی این که ما باید اون سیچویشنی که توش هستیم رو مشخص بکنیم،
ما در چه شرایطی هستیم، چه اهدافی ما داریم پیگیری میکنیم. من خیلی مختصر بخوام خدمتتون بگم، خب یک فرقی بین ابجکتیو و ویژن هستش. ابجکتیو اهداف کوتاه مدت و لایه پایین هستن، ویژن اون چشم انداز و اون آینده هست که ما داریم دنبالش. مثلا اگه شما یه کوه در نظر بگیرید، اون قله کوه میشه اون ویژنه. ابجکتیوز میشه اون هدفهای کوتاه مدتی که ما از اینکه از کوهپایه به قله برسیم برای خودمون تعریف میکنیم. ما اول باید اون به قول معروف شرایطمون تعریف بکنیم، اهدافی که داریم تعریف بکنیم، محدودیت هایی که داریم رو تعریف بکنیم در اون سناریو، در اون سوالی که داریم، اون ویژنی که داریم رو تعریف بکنیم و در نهایت اون شرایطی که برای اکزیکیوشن اون سوالی که داریم، سناریویی که داریم تعریف بکنیم. من یه مثال اینجا بزنم خدمت شما. خب مثلا شما فرض بر این بکنید که الان یکی از سوالایی که میخواین از چت جی پی تی بپرسین اینه که یک مارکتینگ کمپین برای شرکتتون، برای کلینیکتون برگزار بکنین. خب میخوایم ببینیم که به چه نحوی این سوالتون بپرسین که در سریع ترین زمان بهترین جواب رو بگیریم. خب اگه بخوایم این فریمورک سولو رو پیگیری ما بکنیم و فالو بکنیم، اولین کاری که ما باید بکنیم این که ما باید اون شرایطی که توش هستیم رو تعریف بکنیم. خب شرایطی که ما هستیم توش، مثلا بالفرض مثال ما یک محصول داریم به اسم مثلا بالفرض مثال آب معدنی اکو فرندلی، که ما مثلا بالفرض مثال اونو ما میخوایم الان لانچش بکنیم به عنوان محصول MPD ما، نیو پروداکت دیولپمنت ما، محصول جدید ما در داخل بازار، و نیاز داریم که ببینیم که ما چه کار باید بکنیم که از لحاظ کمپین، مارکتینگ کمپین، بتونیم بیشترین فروش و سود ازش داشته باشیم. خب اهدافی که میخوایم براش بذاریم، میتونیم بگیم که مثلا بالفرض مثلا من میخوام یه کمپین 30 روزه بذارم که در عرض 30 روز حداقل من 500 تا پتانسیال کاستومر بگیرم و یک چنین آگاهی در یک چنین لولی برای خودم ایجاد بکنم. این اون هدف من هستش. شما ملاحظه بفرمایید مثلا الان میبینین که این یه مقدار وقتی من صحبت ابجکتیو میکنم یه مقدار کمیه، یه مقدار قابل لمسه. در چه مدت، چه تعداد، تنجبل کاملا. و محدودیت هم چیه؟ خب به هر حال بله میشه خیلی پول خرج کرد برای مارکتینگ، ولی به هر حال من یک محدودیتایی دارم، بعد اون رو کاملا در نظر بگیرم، طبق اون محدودیت رو به من پلن بده. و اینجا حالا ما گفتیم 5000 پوند محدودیت مالی من هستش برای 30 روز. و در نهایت هم هدف من اینه که من به عنوان یکی از اون لیدرهای مارکت باشم که یک چشم انداز خیلی خوب برای مشتریان ایجاد میکنه و میتونم در آینده یک برندینگ خوب برای خودم داشته باشم. اون ویژن کلان من هستش. و در نهایت هم اون چیزی که من از این چت بات انتظار دارم با توجه به این اهداف و محدودیت ها و موقعیت و اون چشم اندازی که من برای خودم دارم، به من بیاد پله به پله به من بگی که من باید چی کار بکنم. خب اگه با همین این متد سولو که الان صحبتشو کردیم بریم جلو، ما یه چنین پرامپتی رو باید بنویسیم برای اون چت جی پی تی، جمنای، کلاودی، دیپسیک یا هر چیز دیگه. و این تقریبا میشه گفتش که اگه ما چنین چیزی رو بنویسیم میتونیم یه چنین خروجی رو دریافت بکنیم از چت جی پی تی یا جمنای یا هر چیز دیگه. و این تقریبا همون داستانی هستش که من صحبتش میکنم که میگم ما باید یه مقدار چون اون دقیقا یک ماشینه که ما هر چی ساختار یافته تر باهاش صحبت کنیم بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. اما اجازه بده من یک بار دیگه مرور بکنم. ما دو تا دسته رو گذاشتیم کنار. اول اینکه اون چت باتی که جلوی ما هستش، مثلا فکر میکنم دوستانی که تو این جلسه در ورژن های جدید قدیمی چت جی پی تی مثلا استفاده کردن میدیدن که جوابای درستی نبود، چون که خوب ترین نشده بود اون موقع. یا شما حتی الان که یک مقدار بحث این جنایه ها خیلی رقابتی شده، شما مثلا اگه یک سوالای به خصوص سوالی که روز به روزه از 3 تا پلتفرم مختلف بپرسین، 4 تا پلتفرم، از چت جی پی تی بپرسین، از جمنای بپرسین، از کلاودی بپرسین، از دیپسیک هم بپرسین، شما ببینید که الان بعضی از اینها مثلا مثل جمنای که مال گوگل هستش خیلی بهتر و دقیق‌تر داره جواب تولید میکنه. و حتی دیپسیک مثلا بالفرض مثلا اون ریزن و اون چین آف ریزن، اون زنجیره منطقی که پشت ساختن این تصمیم اون خروجی هست رو به شما نشون میده. به خاطر همین قضیه من اول جلسه عرض کردم پس ما یک بحث رو میذاریم کنار که ما داریم سوالمون از یک پلتفرم خوب ترین شده و خوب آموزش دیده داریم میپرسیم، اینو میذاریم کنار. دومین نکته این که ما داریم سوالی میپرسیم که سوال جزء سوالهای
خیلی عمیق فلسفی یا حتی ما بهش میگیم اگزیستانشیال اینتلیجنس، سوالاتی که بیشتر به ماهیت انسان، به ماهیت درونی انسان، پرپس، اورنس، آگاهی، اینجور چیزا بر نمیگرده که واقعا اونها رو هم برای AI شاید بتونی یه جواب تولید بکن، اما اینکه اون جواب واقعا مچ با شما باشه، شمایی که تعریف مختلفی، ما که برای ماها که تعریف های مختلفی از یک معقوله خیلی ساده مثل درد داریم در کل دنیا، قطعا نمیتونه جواب کاملی باشه. اگه سوالا این دوتا هم بذاریم کنار، ما فرض بر این گذاشتیم داریم یک سوال نرمال، یک سوال معمولی، یک سوال در قالب اون ابعاد شناخته شده هوش انسان داریم میپرسیم از یک پلتفرم سالم، و اگه ما از این فریمورک ها تبعیت بکنیم میتونیم جواب خوبی بگیریم. من میتونم یه دقیقه از این زمانی که داشتم گذشته، من فقط یک کوچولو میگم که اگه این اسلاید رو بعدا ملاحظه کردین بتونید بهتر ازش استفاده کنید. خب غیر از سولو، تو این اسلاید شما ملاحظه بفرمایید من فریمورک های دیگه رو معرفی کردم، خودتون به راحتی میتونید بعدا نگاش بکنید، مثال توش هست، تعریفات توش هست، تگ یکی دیگه هستش، ریس یکی دیگه از این فریمورک ها هستش، دریم یکی دیگه شون هستش، پیس یکی دیگه هستش، کر یه فریمورک دیگه هستش، رایز یه فریمورک دیگه هستش. و جدا از این داستان ها ما چند تا دیگه فریمورک های خیلی عمیق تر داریم که بیشتر برای مسائل پیچیده ازش استفاده میشه، مثل چین آف ثوت هستش یا چین آف ریزنینگ هستش، تری آف ثوت هستش، تی او تی ما بهش میگیم، فیوشات هستش، ریاکت هستش و کریپس. و اینا تمام فریمورک های مختلفی هستن که شما بعد اون شرایط، در اون شرایطی که در داخلش قرار گرفتین، ببینید کدومش به کارتون بیشتر میاد. و این هم یه چیزی هستش که کاملا موقعیت با موقعیت فرق میکنه و خود شما بهترین فردی هستین که میتونید تصمیم بگیرید در این شرایطی که من توش هستم میتونم از این فریمورک استفاده کنم که بهترین نتیجه رو بگیرم و قانون خاصی نداره. بله اکثرا میگن که بالفرض مثلا کریپس که آخرین فریمورک توی اسلاید من گذاشتم از همه کاملتر و دقیق‌تر هستش، اما خیلی جاها شما یه سری از سوالاتون هم از اون RTF که ساده ترین بود استفاده کنید، خیلی بهتر میتونید جواب بگین، خیلی سریعتر و با پروسه کمتر. من نمیدونم آقای سرجوکیان دستور بفرمان، الان ما بریم سراغ اون مثال هایی که باقی مونده که دوستان روش کار بکنن، جوابشون اینجا با هم دیگه شیر بکنیم، یا اینکه بریم سراغ سوال و جواب، هر چی شما بفرمایید. میخواین هنوز وقت داریم، مگه میخواین یه 5 دقیقه رو اونا کار کنیم آره بعد بریم سوال کنیم؟ آره پس اگه موافق باشین من یکی از این مثال هایی که اینجا هستش رو دوستان فقط روش فکر بکنن و شاید اگه روی این فکر بکنین و بعدش مثلا با هم دیگه سوال جواب داشته باشین خیلی بهتره. مثلا بالفرض شما فرض بکنین که، چون این یادم دفعه پیش با هم دیگه بحث کردیم روش، بریم سراغ یه مثال جدید. مثلا این مثلا شما مثلا بالفرض مثال میخواین روی من روی مثال دارم صحبت با improving customer satisfaction، شما تلاش میخواین بکنین که رضایت مشتریان برای شرکتتون، برای مجموعی که دارین کار میکنین ایجاد بکنین. فرض کنیم که از این فریمورک سولو هم میخواین استفاده بکنین، یعنی الان فریمورک شما فریمورک سولو هستش و هدفی هم که دارین میخواین اون رضایت مشتری رو بالا ببرین. من یه بار به اسلاید عقب برمیگردم، این صفحه رو نگه میدارم همینجا که شما طبق همین این قضیه بفرمایید که 2-3 دقیقه فقط روش فکر بکنین و بعد که وارد بحث سوال و جواب شدیم، اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم که با این پیش‌فرض که بالفرض مثلا اگه می‌خواید رضایت مشتری رو بالا ببرین، چطور میتونید از فریمورک سولو استفاده بکنین و اون صورت مسئله رو، اون سناریو رو توی این فریمورک فیت بکنین. من 2 دقیقه دوباره برمیگردم اینجا که با هم دیگه اینو بحثش بکنیم، اگه سوالی تو این بحث بود، اگه نبود که سوالای جنرال هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. دوستان اگه سوالی چیزی دارن میتونن بپرسن، اگه در زمانی که بقیه دارن رو سوال و جواب کار میکنن میتونن سوال بپرسن در مورد حالا مسائلی که مطرح شد. فقط
فقط لطف کنن بزرگواران دستشون رو بیارن بالا برای سوال کردن که سوال هم پرسیده بشه. آقای دکتر اسکندری بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سیفی. خیلی متشکرم از فرمایشات بسیار جالبی که برای من حالا جلسه اولم البته شرکت کردم. نمیدونم آقای سیفی شما جواب این سوالی که کردین میخواید یا من سوال خودم بپرسم؟ همه حالت. بله، این سوالی که شما فرمودید اینو من اگه بخوام بپرسم، من یه درصد اطلاعات بیشتری هرچی بتونم میدم به چت جی پی تی حالا یا این پلتفرمی که شما فرمایید، فریم ورکی میفرمایید، میگم که من دفعه قبل مثلا آمارش میدم، میگم از 500 تا مشتری 250 نفر مثلا راضی بودن، 50% بوده. بعد اونجا کوانتیتیو میدم، میگم من میخوام اینو برسونم به 80% و فاکتورایی که ساتیسفکشن مشتری میاد 1 2 3 4 هر چی بتونم بیشتر تعریف میکنم. مثلا میگم کوالیتی یا این پیچی که این ور بوده یا اونی که مثلا قیمتش بوده یا این بوده اون بوده، هر چی بتونم بیشتر. اگه بتونم مثلا 30 تا فاکتور میدم من بهش، هر چی بتونم اینا رو میشکنم که این دقیق تر بتونه به من بده. بعدم میگم من اینو بعد 50% میخوام برسونم به 95% با این بودجه‌ای که دارم 500 پوند بیشتر نمیخوام خرج کنم و مثلا فلان شبکه و فلان شبکه و فلان شبکه و فلان روزنامه و اینا هم نمیخوام باشه توی این جوابای من، چون که دلایل شخصی دارم. مثلا اون یکی تبلیغ ضد اخلاق میکنه و یکی فلان میکنه، حالا توضیحش نمیخواد، ولی اگه میشناسم، اگه نشناسم میگم شبکه‌هایی که تبلیغات مثلا نمیدونم پایین چه میدونم بالای 18 ساله است، اونا نذار شما برای من، مثلا اونایی که ضد اسلام هست نذار، اونایی که ضد مثلا فرهنگ ایرانی هست نذار، اینجور چیزا. هر چی بتونم بیشتر اطلاعات بهش میدم تا بتونم تصمیم بگیرم. بله، آره خیلی ممنون. یه چیزی خیلی جالب شما فرمودین صحبتتون، بحث اون که تمام اون فاکتورها و KPI رو براش تعریف میکنین که طبق اون بتونه بهترین تصمیم بسازه. مثلا ما همین مدل کریپس که آخرین مدل بود که صحبتش کردیم، دقیقاً ما یک بحث داریم به اسم ایندیکیشن که دقیقاً شما داره هم اون فریم ورک اومدین رو اشاره کردی که خیلی جاها خیلی خوبه که شما دقیقاً اون ملاک هایی که دارین رو تعریف بکنین، کریتریایی تعریف بکنین و طبق اون از چت بات بخواین که براتون تصمیم سازی بکنه. و بعد این چیزی که شما فهمیدین درسته، فقط توی این فریم ورک سولو یه قسمت هم هست به اسم اکزیکیوشن که استپ بای استپ بعد ازش بخوایم که بهمون توضیح هم بده. و بله تقریبا دقیقاً. بله، اگه یه دقیقه دیگه هم فرصت بدید، اگه سوال دیگه نیست من یه سوالم میکنم. ببینید من وقتی دنبال کردم فرمایشات شما رو، چون یه بچه مشترکی داریم با هم، شما مهندسی صنایع هم این بوده، چون من رشته کاریم دیسیژن میکینگ و اینا، اپتیمایزیشن، این حرفا هست. من خیلی شباهت میبینم با این فرمایشات شما با کاری که ما میکنیم. ما اون دیسیژن میکر، شما آشنایی بیشتر از من دارید، بهش میگیم که شما آلترناتیوا رو بده به من که چه آپشنایی داری و بعد هم محدودیتات رو بده. بعد ما میگیم حالا ما بین این آلترناتیوا در میگیم که 1 2 3 4 5 اینجوری. حالا در این چت جی پی تی ظاهرا آلترناتیوا رو ما میگیم شما نمیخواد بدی چون نمیتونی فکر کنی. ما میگیم آقا شما آلترناتیو هم نمیخواد بدی، فقط شما محدودیت‌ها با هدفتون مشخص کن. هدف یکی اینه که میخوای یه نامه برای جاب تهیه کنی. خب اینو ما فهمیدیم. حالا شما بگو محدودیت‌ها چیه؟ اون میگه من میخوام کژوال باشه نباشه، میخوام بیشتر از 300 کلمه نباشه، این باشه. هر چی میتونیم ما این محدودیت‌هامون رو به چت جی پی تی میدیم، حالا یا هر پلتفرم فریم ورک دیگه بهشون میدیم، میگیم که ما بر اساس ایناست شما یه نامه مثلا هدف من اینه که نامه بده. این شباهت، این مقایسه که من میکنم تقریبا میتونه درست باشه یا البته این شباهته فقط، یعنی ولی کاملا که نیست. شما 2 تا نکته رو فرمودین، من اجازه متفاوت جوابشو بدم. از دومی هم شروع میکنم. فرمودین که تا جا داره ما محدودیت‌ها رو بهش بدیم، پارامترها رو بهش بدیم. خب قطعا هر چی بیشتر بهش داده بدیم نتیجه بهتری میتونیم بگیریم و این فرمایش شما کاملا متین و درست. اولا خوشحالم که هم رشته هستیم و هم بک‌گراند هستیم. افتخاری نبوده تا حضور خدمتتون باشم.
ولی خب قطعا بله، این فرمایشمون کاملا متین و درسته که هر چی ما بیشتر بهش داده بدیم خروجی بهتری میتونیم بگیریم. این کاملا متینه. اما سر نکته بعدی که فرمودین آلترناتیو رو نمیتونه بسازه، من یه بار اینو مجدد نمیتونه بسازه یا اینکه شما نمیخواین بسازه براتون آلترناتیو و این حرفا؟ چون که مثلا فریم ورک های ما داریم، مثلا بالفرض فریم ورک مثلا تری هستش دقیقاً، یا اصلا دیسیژن تری حرف اصلا خودش میتونیم ازش بخوایم بگیم مثلا آلترناتیو مختلف من بده، طبق همون دیسیژن تری فاکتورا بیا برای من وزنه‌ای بکن و حالا طبق پارامترهای مالی برای من هر کدوم مشخص بکن و شما تصمیم نهایی بگیرید و حتی میتونیم ازش بگیم تصمیم برامون بگیره. یه چین داستان هایی میخوام بگم که از لحاظ شدنی آلترناتیو خواستن ازش میشه ازش اینو خواستش و اصلا فریم ورک هم براش داریم و اصلا مدل هم براش داریم که میتونه این کار انجام بده، ولی تصمیم شخصی شماست در اون کانتکسی روش هستین. شاید شما نخواین اینو ازش بخواین، اون بستگی اون موقعیتی داره که شما درش قرار گرفتین. بله نه اشتباه توضیح دادم، نه یعنی ما نمیتونیم، من نمیتونم آلترناتیو رو فکر کنم، من که میخوام سوال کنم بهشم میگه، چون ما در دیسیژن میکینگ ما فورس میکنیم اون دیسیژن میکر رو که میخوام شما بگیم آلترناتیو بده، ما نمیدونیم مثلا این سایت فلان که میخوای شما تمیزش کنی آلترناتیو اپشنات چیه، ما نمیدونیم. ما دیسیژن میکینگ ما تو فیلد اون دیسیژن میکر اصلا آشنایی نداریم، ولی آلترناتیو رو که به ما میده با یه مینیم ادوکییت میکنه خودمون متوجه میشیم. دقیقا. ولی اینجا ما نمیگیم همه این آلترناتیو رو میگیم شما یه چت مثلا چیز کن، شما بیا برای ما آلترناتیو رو بگو، من اصلا نمیدونم چه آپشنایی دارم. دقیقاً. پس ببخشید من بعد متوجه شدم. بله با این قضیه که حتما درسته. بله درست دقیقاً. بله خیلی متشکرم. شما بزرگوار لطف کردید. بزرگواران دیگه سوال ندارن دوستان؟ خب کسایی که اون تمرین انجام دادن، اگه کسی انجام داده اون تمرین را اگه لطف کنن و به جایی رسوندن اون حداقل بگن که به کجا رسیده که آقای دکتر سیفی روش یه توضیحی بده. میخواین آقای دکتر خودتون بیارینش بالا تا من جوابشو ندارم، ولی فقط میتونم همین طبق فرمایشاتی که آقای دکتر اسکندری فرمودن توضیحش بدم. یعنی این جوابش نیست که بخوام بیارنش بالا، ولی من فقط بخوام همینطوری که ایشون فرمودن بگم. شما چند تا قسمت داشته، یکی بحث سیچویشن بود، ابجکتیوز بودش، لیمیتیشن بودش، ویژن بودش و اکزیکیوشن بودش. خب ما طبق همین کانتکست ما می‌خوایم رضایت مشتریمون رو ببریم بالا. این هدف اصلی ماست. این پس میشه اون سیچویشنی که ما توش هستیم که ما بالفرض مثلا الان من یک کلینیک دندون پزشکی دارم و این کلینیک دندون پزشکی من بالفرض مثلا الان گوگل ریویویی که گرفته مثلا 3 استاره، من 3 استار گوگل ریویو دارم و میخوام اینو به 4 استار برسونم. این سیچویشنی که من توش هستم، کاستمر ساتیسفکشن من در حد 3 استار از بین 1000 تا مشتری که دارم. خب من میام ابجکتیوی که من تعریف میکنم میگم که الان من از 1000 تا ریویو که روی گوگل گرفتم برای دنتال کلینیکم دونستم 3 استار بگیرم. من میخوام اینو برسونم به 4 استار. این میشه ابجکتیو من، 4 استار ارزم بزرگ شما و بله یه چنین چیزی و این کمی هم هست شما ملاحظه می‌فرمایید. من میتونم حالا برای زمانم تعریف بکنم، بگیم در عرض 6 ماه من میخوام اینو قضیه رو انجام بدم، چون که این مقدار پروسه زمان برای هست مطمئنا زمان 1-2 ماه شاید به این راحتی جواب نده. بعد میگیم که خب من یک چنین بودجه‌ای هم دارم. خب من بالفرض مثال طبق اون ریویوهایی که گرفتم فهمیدم که اون مشکل اصلی کلینیک من در ریسپشن هستش. ریسپشنای من خوب جواب تلفن‌ها رو نمیدن، ولی من دنتیستم دارم خوب کار انجام میدم، جنرال پرکتیسم دارم خوب کار انجام میدن. و پس یکی از محدودیت‌های من بالفرض مثال این هستش که من بالفرض مثال ریسپشنای حالا یا جواب تلفن‌ها رو خوب نمیدن، نمیتونن خوب کامیونیکیت برقرار بکنن. من 3 تا ریسپشن دارم، این محدودیت‌های من 3 تا ریسپشن در حال حاضر دارم. من در حال حاضر روزی 400 تا مثلا تلفن دریافت میکنم. من نزدیک مثلا بالفرض مثال 4 تا جنرال پرکتیس داخل کلینیکم دارم، ارتودنسی انجام میدم، بریسلیس انجام میدم، وایتنینگ انجام میدم و کازمتیک انجام میدم و این تریتمنت دندان انجام میدم. این محدودیت‌های من، یعنی ظرفیت من بهش میگم، من میگم این ظرفیت من هستش، این محدودیت‌های من هستش، بودجه‌مو بهش گفتم،
هدفم بهش گفتم. ویژنم هم این هستش که مثلا در منطقه بالفرض مثلا نورسامپتون رنک من از جزء بهترین ها باشم، جزء تاپ ترین ها در منطقه نورسامپتون باشم. و وقتی که مثلا حرف دندون پزشکی میاد، مثلا در لندن حرف دندون پزشکی میاد، مثلا بالفرض مثلا دندون پزشکی مثلا مهدی حرف اول رو بزنه، بگم که این بهترین دندون پزشکیه. این هم میشه ویژن من. و توی اکزیکیوشن هم اینه که من ازش میخوام که خب خیلی استپ با استپ برای من یک اکشن پلان به من بده که من در عرض 6 ماه من چطور میتونم این مارکت پلنم و مارکتینگ پلان به عبارتی پروسس ایمپروومنت هم انجام بدم که میتونه ابعاد پروسسی داشته باشه، از ریسپشن گرفته یا بحثای کمپینگ هایی که راه میاندازم که بتونم اون 3 استار به 4 استار برسونم. و اگه یه چنین چیزی و ما با این چنین ادبیاتی، یعنی من بخوام یه بار الان من مسئله رو کاملا بریک داونش کردم، شکستمش و حالا من میخوام اینو در قالب یک پرامپتی درش بیارم. پرامپت من این هستش که من میخوام دندون پزشکی من از 3 استار در گوگل ریویو به 4 استار در عرض 6 ماه ارتقا پیدا کنه و بتونم با توجه به محدودیت هایی که دارم 400 تا تماس در روز، 3 تا مشتری، 3 تا ریسپشن و مثلا به فرض مثال 2 تا جنرال پرکتیس، یه دونه متخصص مثلا وایتنینگ، یه دونه مثلا متخصص ارتودنسی و یه دونه تریتمنت، با توجه به محدودیتی که من دارم میخوام که با بودجه فرض مثال 30,000 پوند در عرض 6 ماه من بتونم به اون حالت اپتیمومی برسم که جز نمبر وان های مثلا لندن یا مثلا نورسامپتون باشم که بگم آره من یه چنین دندون پزشکی هستم. اگه و اینو به من استپ بای استپ اکشن پلان به من بده، اگه من همینو براش بنویسم توقع میره طبق پلتفرم سولف من نتیجه خوبی بگیرم. اما قطعاً مثلا بالفرض مثلا بخوام با ادبیات جناب آقای اسکندری بیان بکنیم، خب مثلا بالفرض مثلا ما میتونیم یه پارامتر دیگه هم براش اضافه بکنیم. پارامتر چیه؟ پارامتر اینه که بالفرض مثال الان من چند تا شاخص دیگه هم دارم. یکی شاخص بالفرض مثال یکی از KPI من KPI حالا ما اونجا گذاشتیم 3 استار ریویو گوگل میتونه باشه، میتونه بالفرض مثال مدت زمان صبر یک مشتری در پشت خط باشه، میتونه بالفرض مثال هپینس یک مدت زمانی که طول میکشه یک مشتری بعد از تماسش برایش اپاینتمنت ست بشه، یا مدت زمانی که مثلا بالفرض مثال میتونه یک مشتری بین دو تا بین ما یه اصطلاحی در دندون پزشکی وجود داره چون حالا یکی از پروژه‌ای که شرکتم داره انجام میده برای دندون پزشکی، مثلا همش دندون پزشکیه، که میگن same day return. یعنی اگه دندون یک نفر رو در یک روز پر بکنی، یک کاری روش انجام بدی به همون طرف همون روز برگردی، این خیلی خیلی بده برای اون دندون پزشکی، چون که اولا نباید دیگه پولی بگیره، ثانیاً اینکه باید حتما جواب اون مریض رو در همون روز بده. به خاطر همین قضیه این فاکتور هر چی کمتر باشه بهتره. میتونه یکی از شاخص ما هم این باشه. با توجه به این شاخص‌ها میتونه تعریف کنه و این نتیجه از اون چت جی پی تی یا اون جنراتیو ای آی گرفتش. بله آقای تو توی مثال کاستمر که زدید یا خیلی مهم، مثلا شاید ما بهتر باشه فرضاً همه سوالات مشتریایی که زنگ میزنن وقتی که میخوان تصمیم نهایی رو بگیرن، چون همه سوال میکنن دیگه این چجوریه، اون سوالات شاید برای ما به عنوان اگه چت جی پی تی استفاده نکنیم شاید کار سختیه به اونا رو تحلیل کنیم اینا، ولی اگه همه اونا رو ضبط شده مثلا ما بدیم به چت جی پی تی احتمالاً این خیلی کمک میکنه. ولی من یه اگه آقای دکتر سلجوقیان اجازه بدن، نمیدونم فرصت هست یه سوال کوچیکی دارم، خواهش البته سوال نیست. آقای سلجوقیان اجازه میدید؟ بفرمایید. ماشاءالله. خب اولا میگم خیلی من مفتخرم که واقعا افتخار ماست که شما توی اینقدر مهارت دارید توی این کارها و اینقدر پیشرفت داشتید. با توجه به اینکه در حال فارسیتون اینقدر خیلی خوبه و اینا و ما چون منابع انگلیسی خیلی هستش و اینا، ولی کسانی که دسترسی یعنی زبان انگلیسی رو خوب بدونن خیلی زیادن و اصلا که ما هم درگشت نمیدونم یه موقعی فرصتی امکانی باشه مثلا این اسلایدها رو بتونید فارسی شو مثلا اگه امکانش باشه، چون این قطعا استفاده کننده های زیادی به هر حال این با توجه به اعتقاداتی که دارید میدونم خب به هر حال یه باقیات ساله ها توی بسیار کمک خوبی به جامعه حتما این کارو میکنم و خوشحالم میشم ایمیل شما رو داشته باشم جناب آقای اسکندری، آماده شد مستقیم به شما اطلاع بدم. من حتما این کارو میکنم، فارسیش میکنم چشم،
و خدمت آقای سرجاقی میفرستم. اگه ایمیل شما هم داشته باشم یا کانتکت آقای شما رو بگم. سرجوقیان رئیس ما هستن. بله، همین چشم. چشم. من اول که میفرستم خدمتتون ایمیل من خیلی ساده است. dr.